امروز یک گل خوش را خوشبو، معطر و تر و تازه و تازه جوان و مست تپیش را میماند در گلزار هنر. امروز گل سری سبد و زیبنده صحنه است و صحنه حق حلالی او. امروز هنرمند اعتراف شده و احترام را قایم گشته و اما از دی تا به این دم با چه شیب و فرازهای، با چه پستی و بلندی های، با چه تلخی و شیرینی و سیاهی و سفیدی های برخورد نکرد که تا به این حد رسید. عبادت رجب‌آور، هنرمند رسالت شناخته از انسمبل دولتی فلک کمیته تلویزیون و رادیوی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و بیننده عزیز، ما گروه ایجادی تصمیم گرفتیم که این مراتب از او خواهیم گفت، از حضور پرمحتوای عبادت در فضای پرفسانه هنر و هم از تأثیر ترانه های عبادت در روح و روان و صفای باطنی انسان های نجیب. اینک بفرمایید دیگر. عبادت رجبова ҳунарманди ҳушманди рисолатшинохта аз ансамбли давлатии фалаки кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар як рӯзи сарди сабсафеди зимистони яхвандӣ арзи ҳастӣ кард дар гулистони вуҷуд дар деҳаи камгурти ноҳияи темурмалики вилояти хатлони бостонии ватан. адабу маърифату фаросату ҳунаромӯхт аз ҳузури модари фариштарӯву ҳамсоядори меҳмоннавоз холаи муслима ва рост рафтану рост гуфтану рост зистан ва дар ҳама ҳолат инсон монданро шиор кард барои худ бо талабу таълими падари ҳуқуқшиносу ҳомии қонун Талбаки Раҷаб ва инак роҳи тай карда. солҳои 2010-2015 донишҷӯи донишкадаи давлатии тарбияи ҷисмонии Тоҷикистон ба номи Саидмомин Раҳимов, солҳои 2015-2019 донишҷӯи донишкадаи давлатии фарҳанг ва санъати Тоҷикистон ба номи Мирзо Турсунзода бо ихтисоси фарҳангшиносӣ сурудҳои халқӣ. аз оғози соли 2006 то ба имрӯз ба ҳайси артист ва калиси дараҷаи якум фаъолият дорад дар ансамбли давлатии фалаки кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва то имрӯз симои эҷодии худро ёфтаву ба ҳайси сарояндаи жанри фалак ва сурудҳои анъанавӣ муаррифӣ гардида дар хазинаи тиллоии радио зиёда аз 75 сурудаш маҳфуз аст. сафарҳои хидматӣ. соли 2014 ширкат дар рӯзҳои фарҳанги Тоҷикистон дар Федератсияи Россия. соли 2014 ширкат дар фестивали ҳаштуми байналмилалии донишҷӯён дар давлати Туркия. соли 2018 ба ҳайси ҳунарманди якахон иштирок дар рӯзҳои фарҳанги Тоҷикистон дар ҷумҳурии Ӯзбекистон. қадрдониҳо. аълочии кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз соли 2020, дорандаи ифтихорномаи ҷумҳурии Тоҷикистон аз соли 2017, фарзанди қобили хонавода, ҳамсари содиқу мушфиқ, модари ғамхору дилнавоз, бибиҷони ҷононаи базморо, гулдухтари ватан Ибодат Раҷабова, ҳунарманди рисолатшинохта аз ансамбли давлатии фалаки кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон. بیایید در آغاز از ابتدا شروع میکنیم، یعنی که میرویم حولی پدر، سراغ والدین. این حولی در کدام گوشه وطن قومت افراخته بود؟ در این حولی والدین به چه کار مشغول بودند؟ چرخ زندگی رو چگونه میچرخانیدند؟ در این حولی کیها به وایه رسیدند؟ عبادت در او حولی فرزند چندم بود؟ از مادر چی گرفت؟ از پدر چی گرفت؟ حولی پدرم در ناحیه تیمورملیک دهه کانگورت. پدرم خدمتچی دولتی بودند، کارمند حفظ حقوق و مادرم خانه‌نشین بودند. در اویله 11 نفر بودیم. از همه فرزند آخران 11مین فرزند خاندان ما بودم. مهماندار بودیم. اویله نمونوی بودیم در دهه کانگورت. مادرم خیلی از زن تازه کار بودن، مهمانگذاران بودن، کدبانی خانه بودن. و من دختری از همه خورده فقط از دنبال مادرم، بله، از دنبال مادرم میگشتم. هر چی که امروز آموختم، هر چی که امروز دارم، هر چی که امروز ایدئالی من در زندگی مادرم است.
اصلا مادرها برای فرزند عشقند و پدرها برای فرزند قهرمان و خوش به حال فرزنده که احساس میکند حضور آن همین قهرمان را و تأثیر و حکمت آن همین عشق را در زندگیش بعد رفتن ایشان و از آن گونه‌ای که قصه کردید، یعنی که پدر و مادر دیگر که رفتن به سوی مسیح حضرت باشند و فرصت بود که ایشان آگاه شوند که دختر راه هنر رو انتخاب کرده، دختر میخواهد که روی صحنه باشد، میخواهد که صدا در دهد. البته میخواستم، پدر و مادرم میخواستن که من صنعتکار باشم. امروز افسوس میخورم که نیستند و ندیدم. در وقت طلبگی هم در بوستان‌های بین مکتبی میشد. هر وقتی که در بوستان اشتراک میکردم صاحب 10 بال میشدم و خیلی پدرم خرسند میشدن که افتخار میکردن که من 10 بال گرفتم. و امروز افسوس میخورم که اونها نیستن که این هنری من نبینن. روی راه هنر آمد عبادت دانسته، صبور و متین و توانا و اما خیلی دیر. ترانه جا بود در جای جانش از وقتی که بود، اما اندیشه صحنه و تماشابین نداشت بسر، زیرا سرگرم زندگی بود و سرگرم تضادهای زندگی. شیرینی های تلخ فرجام حیات را زیاد چشیده است عبادت، چون دیگر انسان های روی زمین. بعدی که پدر رفت، بعدی که مادر رفت، بعدی که فرزند پدر رفت، دیگر خوب میداند که گم کردن یعنی چی. یأس، ناامیدی، فراق، این احساس های نافارم را نیز خون و پوستش چشیده و هضم بنموده با امر تقدیر و گردش روزگار. مشکلات و بستگی های زندگی چون استاد جور کرد و بالاخره عاقل و پخته‌اش گردانید و یک روز عبادت ترانه را نوشدارو و صحنه را داروی رفع خستگیش دریافت و برد کرد و برکت، فیض و عزت نصیبش گشت. تاجی کم حرف و هیچ جای شیره دارم، تاجی کی کرتای گلدوزی رنگی بهارم، تاجی کی کرتای گلدوزی رنگی بهارم، تاجی کی مزنم با تاریم و باری لطافت میکشم، مزنم با تاریم و باری لطافت میکشم، تیفلکم را پرورم اندر کنارم، تاجی کی تیفلکم را پرورم اندر کنارم، تاجی کی. یاری جانی مگه مثل اصل گاه دغل، یاری جانی مگه مثل اصل گاه دغل، باک ندونم سریشتی پاکی یارم، تاجی کی باک ندونم سریشتی پاکی یارم، تاجی کی.
به پدر یا به مادر ترانه بخشیده اید؟ البته در رپرتوار کاری من بسیارتر موضوع مادر بسیارتر است. اکنون کوشش کرده ایستم که بر موضوع پدرم سرود ایجاد کنم. چرا از مادر زیاد گفتید؟ از پندار شما این طلب روزگار بود یا نیاز روحی خودتان بود؟ البته نیاز روحی خودم بود، چون که مادرم بزرگند. بله. همه همین هنرمندان مادر به دنیا آورده است. فکر میکنم که یگان شخصی نیست که مادرش رو دوست ندارد و هنرمندی نیست که برای مادر سرود نخوانده باشند. من سال 2006 که در انسامبل فلک به کار اومدم، اولین سرود شروع کردم با سرودی مادر. امروز شما شهرنشین هستید، در دل وطن، در دوشنبه روزگار به سر میبرید. عبادتی که امروز روی صحنه است، امروز فعالیت دارد، امروز با پیشنهاد ترانه ها زیاد میخواهد که در غنی گردانیدن عالم معنوی تماشابین سهم بگذارد. از او عبادت نازدانه حوالی پدر چه فرق دارد؟ من همون عبادت هستم. خیلی که بودم شهر تغییر نمیدهد، تفکر انسان روش نمیکند. البته روش میکند، تفکر روش میکند، لیکن من همون چیزی که دختر کهستانی بودم، هم دختر کهستانی هستم و میمونم دختر کهستانی. و یک سرود دختر کهستانی هم به مخلصان تقدیم کردم. همون کوکلایی که مادرای ما بیبیای ما میگفتن، هم با همون کوکلا، با همون لباسی ملی تاجیکی، با همون کرتای چکن، با همون تاقی که اوچه من بسیار در سرش تاقی میموند، با همون تاقی من همین سرود کهستانی را به مردم پیشکش کردم. فکر میکنم که خوب قبول شد. بله خوب قبول شد. اگر خوب قبول نمیشد از دیده خلق میافتیده دیگر. مثلا اومد باشد عبادت. گفتید که در بوستان ها اشتراک میکردید و بسیار میخواستید که مقبول دلی پدر باشد. بوستان که دیگر است، صحنه کسبی دیگر است. امروز در روی صحنه کسبی هستید. اومدن به این صحنه آسان بود؟ دست شما رو کی گرفت؟ پشت و پناهتان کی بود؟ چگونه اومدید روی صحنه کسبی؟ سلامت باشید. سال 2006 با طریق آینه نیلیگون آزمون اعلان شد در انسامبل دریا. در آنجا خواستم که در آزمون اشتراک کنم و مرا به انسامبل دریا نیو مرا به انسامبل فلک پیشنهاد کردند. نمیدونم به کدام خاطر باشد. استاد دولتمند خال در اونجا رهبر انسامبل دولتی فلک بودند. از سال 2006 تا اینجا در انسامبل کار فعالیت دارم و خیلی عذاب کشیدم. راستیگه برای تا اینجاها رسیدن خیلی به من راه دشوار بود. من خودم هم راه دشوار انتخاب کردم. خواستم که با زحمت و با مهنت حلال خودم رو ساختم و حالا امروز میبینم جوانان میخواهند که با راه آسان مشهور شوند، لیکن فکر میکنم که مشهور شدن با راه آسان آینده خوب ندارد. بله. من خواستم که شهرت یابم با سرودهای خودم. سرود یگان هنرمند نخوندم و امروز استاد اپای نگینه رو که بسیار احترام میکردم، یک سرودی هم رو در تلویزیون در رادیو ثبت کردم و با طریق تلویزیون به مردم پیشکش کردم و در دوام زیاده از 17 سالی فعالیت هم در انسامبل دولتی فلک 80 تا سرود در خزینه تلویزیون رادیو ثبت کردم که شخصا به خودم تعلق دارد. خوش به حالتان، قیمتتان بلند باشد. سلامت باشید. چگونه فضا فراهم اومده در انسامبل فلک وقتی شما آنجا فعالیت دارید؟ با کیها کار میکنید؟ آیا واقعا هم هنرمندهایی هستند، نوازنده هایی هستند که قدرت و توان دارند که سقف طارم آسمان را بشکافته و ناله دل خونین عاشق را به ملکوت برسانند با پیشنهاد کردن فلک های تازه به تازه و نو به نو؟ هر چی که یافتم امروز من از انسامبل دولتی فلک یافتم، از کمیته تلویزیون و رادیو یافتم. یک روز دارم حوالی هم رادیو کشیدم، باور کنید خیلی خوک هم جرفتم، خیلی بعد دوم مولیدم. بعد بچه‌ها گفتن که چی با پیغمبر، گفتم که من هر چی یافتم همینجوری یافتم. از محبت نسبت به کارخانه. اولین ترانه ها و جدیدترین سروده های عبادت رجب و معصومیت و صفای روح یک گل دختر کوهستانی را در سرشت خود دارند. یعنی خیلی عادی و همزمان عین معجزه‌اند که پیام چشمه های علوی می آورند. وقتی هنرمند با قد برنا، با چشم شهلا، با کمانی ابرو و با گیسوهای شکن در شکن
همانگونه آزاده و خوشخرام روی صحنه می آید که می پنداری هنرمند 6 قبط سقف تارم آسمان معنوی را بشکافتن و ناله های دل خونین عاشقان را به ملکوت رسانیدن می خواهد. هر بار هر گونه می آید روی صحنه عبادت و اما همیشه تاجیکانه، همیشه با سخن بیکر، همیشه با موسیقی با صدا مساوی و همیشه با دیاپازون بلند و نمکین، با فرهنگ بلند سرایندگی و والایت و آدمیت هنرمندی. بیننده عزیز، شاید همین است موجب بودن ایجاد و ایجادکار که باد و حلالش همین طور نه. زاده‌ای کو همزی کو تمکینی را آموختم، گرچه در زندگی گه ساختم گه سوختم، گرچه در زندگی گه ساختم گه سوختم، زین سبب من سر بلندم در میان خلق خود، زین سبب من سر بلندم در میان خلق خود، در دلی فرزندی خود مهری وطن افروختم، در دلی فرزندی خود مهری وطن افروختم. شکر میگویم به هر یک داغ و درد زندگی، شکر میگویم به عمری رفته بر بندگی، شکر میگویم از آن که هرچی در تقدیر بود، اثری من در گذشت و باز دارم زندگی، اثری من در گذشت و باز دارم زندگی. شکر میگویم که هر خطلانی فرزندی من است، هم خوجند و هم بدخشان جمله پیوندی من است، تا نفس باقی است با خلقم نفس گیرم مدام، از راهی حق پس نمیگردم که سوگندی من است. شکر میگویم به هر یک داغ و درد زندگی، شکر میگویم به عمری رفته بر بندگی، شکر میگویم از آن که هرچی در تقدیر بود، اثری من در گذشت و باز دارم زندگی، اثری من در گذشت و باز دارم زندگی، اثری من در گذشت و باز دارم زندگی. اصلا هنرمندها زیاد دوست می‌دارند که زندگی واقعی آنها پس پرده باشد، پوشیده باشد و اما مخلصان چندگونه میشوند. شما خوب میدونید مخلصانی هستند که دوست می‌دارند که به کنسرت بیایند، یک لحظه راحت داشته باشند، به هنر هنرمند دوست داشتهشون توجه کنند و یک لحظه دور شوند از این دنیا و شر و شورها تحت ترانه پیشنهاد کرده هنرمند. و باز مخلصانی هستند که شوقمند دانستن زندگی پس صحنوی هنرمند هستند. همین ترانه بله. اگر سوال پیش گذاریم که شما چگونه مخلص را میپسندید، شما واقعا همان مخلص را میپسندید که به هنرمند کار نداشته باشد، به ترانه او کار داشته باشد، او مخلص هنرمند باشد و اما مخلص دیگر هم که مخلص است به احترام آن همان مخلصی که بیشتر شوقمند دانستن زندگی پس پردگی هنرمند است. شما یک کمی قصه کنید از زندگی پس پردگی خود. پس پرده عبادت کی هستند؟ راستی همه مخلصا ما دوست می‌دارم. در همین معرکه میشینم بسیار سوال میتن، همین چیزی که حقیقت است همه را ما جواب میتم.
چونکی راستی رو زوال نیست. یگان سیری همه یگان چی سیری به جایی ندارم از یگان کس. زندگی خوب دارم، شوهر دارم، 2 تا فرزند دارم، 5 تا نبیره دارم، 2 تاش پسر است، 3 تاش دختر هست. بسیار زندگی شیرین دارم. از خردی، از دوره جوانی تا امروز هر چیزی که از خداوند طلب کردم به همه انم آرزوهام رسیدم. همان گونه که ناز و نازدانه بود در کودکی برای والدین و برای برادران و خواهران بند جگر، همین سان جان در نهاد خانواده‌اش هست عین زمان عبادت. 2 گل دختر دارد و 5 نبیره مغزی دانه. به زندگیش عزیزانش معنی می‌فزایند. هستیش با هستی ایشان توأم است. منبع الهام برای ایجادهای تازه به تازه و نو به نو نیز سرچشمه میگیرد از فضای سالم، فضای گرم و آباد خانواده‌اش. با رفتار و گفتار و کردار نمونه عبرت از عبادت برای پیوندانش. همروان و همزبانند با هم، ترانه دوستدار و ترانه سرایند مادر و دختر و اهل بیت باقی که خوش به حالشان. تیر دوست می دارم
مثل که صحبت ما بیشتر مجرا گرفت در اطراف خاطره ها، هم از پدر گفتیم و هم از مادر گفتیم و هم از مادر شوهر گفتید اینجا. یعنی که شما با گذشته ارتباط دارید، برای آینده نقشه میکشید، یا اینکه فقط برای امروز به زندگی مجرا میبخشه؟ من هیچ وقت گذشته ما فراموش نمیکنم. هر لحظه، هر ساعت وقتی که بیکار میمونیم، قدی فرزندان میشیم، از دوره کودکی به اوها نقل میکنم، از دوره در خانه سرخشتمانم بودن به اوها نقل میکنم. و حضیره چون دیدیستن همون فرزندوی من حضیره زندگی خودمون رو میبینن و میدونن که چه خیلی است. و از دوره گذشتم همه وقت با اونها قصه میکنم. اگر قدرت میداشته، اگر امکانیت میداشته، در همین مرحله عمر در زندگی چی رو تغییر میداده و به زندگی چی رو وارد میداده؟ یگون چی ایواز کردنی نیستم. همه سختی ها گذاشتم، همه سختی رو پس سر کردم. در روی انمی صحنه بر اومدنم خیلی عذاب کشیدم، خیلی دشواری رو پس پیش کردم. اینقدر شعر گفتم، کتاب خواندم، آهنگ ها رو انتخاب کردم، اونها رو آرنجروف کردم، اونها رو ثبت کردم. باور که شبی در روز خواب نرفتم. همین اسباب دمره رو بسیار میخواستم که نوخانش یاد بگیرم. همین دمره تا وقتی مرا خواب سخت زیر کردن، دمره در دستم بود. وقتی که خواب میکردم با دمره در برم بود، میخواستم با دمره روز رو پیشواز میگرفتم. و امروز شکر میکنم که دیگه یگون چیزی که تغییر دادنی نیستم. یگون چی رو یعنی که بودت مهم شروع کردن است. بله همینطور. البته به همه آرزوهام رسیدگیم. شکرانه میکنم. امروز شکرانه میکنم که من از همه مقصد اساسی من خدمت به خلق وطنم بود. من امیر کمی هم باشد، اگر ذره هم باشد، اگر در وطن خودم اگر سهم گذاشته باشم و مخلصام اگر از من راضی باشن، من خودم را خوشبخت‌ترین انسان حس میکنم. با ترانه هم میتونم خدمت به وطن کرد؟ البته. چگونه؟ ما آینه ملت هستیم. ما از روی از منبری بلند که میبریم سرود میخونیم، با سر لباس و با سرود و با موسیقی و با چهره و با همه انمین مردم ما میتونیم که جامعه را تربیت کنیم. شهرت رو، محبوبیت رو پیدا کردن آسان است یا شهرت رو اداره کردن؟ البته اداره کردن. شهرت رو اداره کردن هر کس نمیتواند. شهرت اداره وقتی که مشهور میشوی و شناخته میشوی، باید که انسان هر خیلی با فکر من چه خیلی که بودی بود همه خیلی بمونی. شخصا من انسانی خاکسار هستم، با همه خیلی هستم. فکر میکنم که همین خیلی باید باشد، چون که ما همه ما گویا که از یک عائله ایم، در یک وطنیم، از یک چشمه آب می نوشیم. هر کسی که از این وطن، از این انمی زیبایی های وطن و از آزادگی های وطن اگر شکر نمی کند و ناشکری می کند، باور که ناشکری را می زند. یک سال من می خوانم با نام تاجیکستان وطن بهشت است. البته من همی کمی هم شهرت یافته باشم، با همین سرود شهرت یافتم. ممکن در روز یک 10 بار تکرار کنم، چون که من از وقتی از تلویزیون خونم نگاه میکنم به بیرون، میبینم که چقدر شهر ما روز تا روز آباد و زیبا شده ایستاده است. نه فقط شهر، قریب همه گوشه وطن، همه گوشه وطن. البته چون که من در دوشنبه شهر میکنم، زندگی میکنم، میبینم چقدر آباد شده، شکرانه میکنم. و بسیارتر در انمی موضوع رپرتوری ایجادات من سرودهای وطن بسیارتر است. باور که من با یک سرود وطن آماده کردیسم، ممکنه یک ماه پس با صدا بتیه در تلویزیون. سلامت باشد. واقعا هم سلام بر شما، زی وطن و زی فرزندان نازنین و صاف این وطن، چون شما واقعا وطن نیاز دارد به همین گونه وارثان، به وارثانی که ننگ دارند، ناموس دارند، به وارثانی که قدرت و توان دفاع کردن وطن دارند. و سلامت باشد که روی صحنه همین انسان ها را ترغیب می‌نمایید با پیشنهاد ترانه های وطن خواهی. هر کسی که مادر شد دوست می‌داره، وطن شد دوست می‌داره. بله، سلامت باشید مادر. خلاص بیننده عزیز، ما گروه ایجادی عبادت رجب‌آور، هنرمند هوشمند رسالت شناخته از انسامبل دولتی فلک
کمیته تلویزیون و رادیوی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان را در این مرحله ایجاد پر از شادی آغاز و پر از ذوق آفرینندگی دریافتیم. انیق است که با این کوشش، با این تلاش و با این طلب و پرخاشی که دارد، راه ایجادش به سمت به انتهایی است و ما در سمت تهیه سرودهای روان افروز و جهان افروز باز هم به این وصاف آزادگی های وطن و هنرمند خوش سلیقه عبادت رجب و برار و کشایش و برکت می خواهیم. حلالش باد در آغوش وطن زیستن، حلالش باد از آزادگی های وطن بهره برداشتن و در وصفش شایسته سراییدن. چی گفته؟ تاجیکستان ای وطنم، وطنم بهشتای، تاجی جهان ای وطنم، وطنم بهشتای. بلبل کاش محفلا رو، آب کاش گوارو، راحتی جان ای وطنم، وطنم بهشتای. بلبل کاش محفلا رو، آب کاش گوارو، راحتی جان ای وطنم، وطنم بهشتای. وطنم بهشتای. بلبل کاش محفلا رو، آب کاش گوارو، راحتی جان ای وطنم، وطنم بهشتای. بلبل کاش محفلا رو، آب کاش گوارو، راحتی جان ای وطنم، وطنم بهشتای. تاجیکستان ای وطنم، وطنم بهشتای، تاجی جهان ای وطنم، وطنم بهشتای. بلبل کاش محفلا رو، آب کاش گوارو، راحتی جان ای وطنم، وطنم بهشتای. بلبل کاش محفلا رو، آب کاش گوارو، راحتی جان ای وطنم، وطنم بهشتای. راحتی جان ای وطنم، وطنم بهشتای.